خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از آموزش‌های آکادمی وود ام بی اف دی در خدمتتون هست. تو این جلسه میخوایم در مورد فیبوناچی صحبت کنیم. همونطور که بچه‌ها درخواست داشتن که در موردش صحبت کنیم، من گفتم یک ویدیو درست کنم و داخل ویدیو یک توضیحاتی دربارش بدم. من حقیقتش زیاد از این ابزار استفاده نمی کنم، فقط زمانهایی که بازار داره ATH میزنه، به خاطر که دیدگاهی از حرکت قیمت داشته باشم ازش استفاده میکنم. اما دیدم دوستان از داخل روندها هم ازش استفاده میکنن و میتونید دیدگاه بگیرید. اما خب نقدینگی و پروفایل هایی که سر راه هستن دیدگاه کافی رو من میدم و فکر نمیکنم نیازی به این ابزار باش. اما برای ATH به نظرم بد نیست که بدونید. خب دوستان، وقتی ما انتظار یک روند صعودی رو داریم در تایم بالاتر و در تایم پایین یک روندی رو دونستیم پیدا کنیم، خب قیمت از یک نقطه A شروع میشه به سمت نقطه B حرکت میکنه. بعد از اینکه انتظار داریم قیمت یک اصلاح کنه و خودش رو به پروفایل های ما مثل یک FVG، اورد بلاک و دیگر پروفایل هامون برسونه و دوباره مثلا روند صعودی خودش رو ادامه بده، یک نقطه C برای ما در اینجا تشکیل میشه. حالا ما میخوام بدونیم که قیمت وقتی داره یک ATH جدید میزنه، سقف جدیدی میزنه، تا کجا میتونه حرکت کنه. آیا میتونیم این نقطه D رو دیدگاهی داشته باشیم؟ قبلش بگم دوستان، ما تنها چیزی که داخل این چارت برام وجود داره که 100%ه اینه که قیمت از سمت چپ به سمت راست حرکت میکنه داخل چارت. پس هیچ چیزی غیر از این برای ما 100%ی نیست. خب اینجا ما از ابزاری میخوایم استفاده کنیم به نام فیبوناچی ریتریسمنت که سطوح اصلی فیبوناچی شامل 0 236، 0 - 382، 0 - نیم، 0 - 618 و 0 - 786 هست. این ستون نشون میدن که ممکنه، من تکرار میکنم، ممکن است قیمت پس از حرکت تا این حدود اصلاح کنه. اوکی، ما میدونیم که باید قیمت اصلاح کنه به ناحیه ای که بهش میگیم پروفایل داخل یک FVG، ارده بلاکی، انوگ یا اندوگی، تا ما بتونیم بگیم قیمت وارد یک پروفایل شده و ما انتظار برگشت قیمت رو از این ناحیه داریم. وقتی قیمت به یکی از اینها اصلاح کرده و روی یکی از این سطوح اصلی فیبوناچی ما هست، ما میتونیم احتمال بدیم با اعدادی طلایی که داخل فیبوناچی هست بتونیم قیمت رو احتمال بدیم تا کجا میتونه حرکت. خب اینو فکر میکنم خیلی هاتون شنیدید که یک روند وقتی به سمت بالا حرکت میکنه بهتره که تا 0 - 382 اصلاح داشته باشه یا دیگه نهایت نیم. پایین نیم وقتی برسه دیگه اون اصلاح هر چقدر بیشتر باشه روند ضعیفتری رو میتونه به ما بده، پس قدرت اون رونده کمتر میشه. ایدئالش اینه که تا 0 - 382 اصلاح داشته باشه، نهایت تا نیم. دیگه زیر نیم بخواد قیمت خودش رو برسونه، اون روند پرقدرتی نمیتونه برای ما باشه. اما اجازه بدید بریم داخل اسلاید بعدی ببینیم چگونه میتونیم از این استفاده کنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید
قیمت از نقطه A به سمت نقطه B حرکت کرده و انتظار یک اصلاح به داخل یک پروفایلی رو داریم. حالا ما انتظار داریم وقتی قیمت نقطه A و B اصلاحی انجام میده روی یکی از سطوح مهم فیبوناچی خودش رو برسونه. خب قاعدتا همونطور که توضیح دادم برای ما سطوح 382 و نیم و نهایت 618 قابل استفاده است. دیگه بقیهش قاعدتا به ما روند تمیز رو نمیده، پس ما زیاد با اونا بقیهش کار نداریم. اما خب عدد طلاییش روبروش اومده و نقطه B و C که میتونه قیمت خودش رو برسونه نقاط روبروش هست. مثلا 300 وقتی تا 382 اصلاح میکنه قیمت، من انتظار دارم تا 2.27 یا 2.618 قیمت حرکت کنه و ادامه مسیر بده. وقتی من فیگور رو از نقطه A به B میندازم، اصلاحی که به من میده یکی از این اعداد رو سطوح رو به من نشون میده. وقتی من اصلاح این قیمت رو با فیبو از نقطه B تا C با فیبو مشخص میکنم، این اعداد نواحی میشن که به من دیدگاه میدن قیمت میتونه خودش رو تا این نواحی برسونه. حالا اجازه بریم داخل چارت و من بیشتر براتون داخل چارت توضیح. خب دوستان داخل چارت نزدیک هستیم و حالا میخوام این فیبویی که بهتون توضیح دادم مثلا کار میکنه چجوریه، طریقه استفادهش چجوری. ببین ما اینجا یک سقفی رو داشتیم، یک سوینگی داشتیم، قیمت با مدت شکسته به سمت بالا. پس برای ما اینجا بعد از که این حرکت به روی بالا اصلاح و به سمت بالا حرکت کرده یک روند رو تشکیل داده. به این صورت اگر بخوام بکشم قیمت به سمت بالا رفته، یک اصلاحی کرده، بعد به سمت بالا حرکت کرد. خب من میام فیبو رو از این قسمت انتخاب میکنم، از این کف که دونسته این سقف رو بشکنه تا سقفی که برام تشکیل داده نقطه A و نقطه B رو که دارم رو میندازم روی این روند. خب من قاعدتا به این ابزار که تکیه نمی کنیم برای اینکه بگیم قیمت میتونه اینجا برگرده. ما یک FVG هم اینجا داریم که افتاده روی 618 سطوح این فیبو. خب انتظار این رو داریم که داخل این FVG قیمت به سمت بالا برگرده و اگر تایم فریم رو بالاتر بریم یک FVG هم اینجا در تایم بالاتر داریم. اگر من این رو الان ببرم تو تایم فریم همونطور که مشاهده میکنید داخل یک FVG هستیم و انتظار داریم قیمت از اینجا به سمت بالا حرکت. خب با توجه به اعداد طلایی فیبوناچی که بهتون توضیح دادم، وقتی من به نقطه سطوح 0.618 رسیده انتظار دارم که قیمت تا 1.618 ادامه بده که میشه اگر بخوام بکشم از این سقف تا این کف که داخل FVG برام تشکیل شده میشه این نهایی. انتظار دارم قیمت خودش رو به این سطوح برسونه با توجه به سطوح مهم طلایی فیبوناچی که به من داد. خب اجازه من چارت رو ببرم نگاه کنید، قیمت خودش رو میرسونه به این سطوح طلایی. حالا اجازه بدید من یک مورد دیگرم داخل همین چارت باز دور براتون توضیح بدم. خب اگر دقت کنید داخل این روند دوباره من یک سقف و یک کف اصلاح و ادامه روند رو دارم. اگر من بیام توسط فیبو این کف و این سقفی که برام قیمت تشکیل داده رو مشخص کنم، انتظار اصلاح توی یکی از این سطوح دارم
با توجه به اینکه قیمت وارد یک FVG هم شده، من انتظار برگشت قیمت رو دارم. پس نگاه کنید 0.382 که نزدیکترین ناحیه به قیمت من هست. اگر من بیام، من اینو بیارم این برتر تو تصویر فیبای بعدی مشخص بشه. اگر بیام این سقف رو، نقطه B رو به C وصل کنم، انتظار دارم قیمت تا ناحیه 2.272 تا 2.618 حرکت کنه که همینطور مشاهده قیمت وقتی به این ناحیه رسیده شروع به اصلاح. حالا اجازه یک مثال دیگه روی چارت طلا هم براتون بزنم. خب دوستان داخل چارت طلا هستیم. اگر من بیام این کف رو که نقطه A هست به نقطه B مون که سقف این سقف هستش رو برسونم، یک روندی داریم که قیمت اصلاح کرده تا نقطه نیم فیبوناچی. با توجه به سطوح طلایی فیبون، اگر من بیام از این سقف که نقطه B مون هست به نقطه C وصل کنم، انتظار دارم قیمت تا سطوح 2 فیبوناچی مون حرکت. پس ما میتونستیم با داشتن این سطح فیبوناچی نقطه D رو برای خودمون مشخص که احتمال بدیم که قیمت میتونه تا این سطوح حرکت. اگر دقت کنید باز داخل اینجا یک روند دیگه برامون تشکیل شده، نقطه A، B و C، که اگر من بیام نقطه A رو و B رو با فیبو مشخص کنم، اصلاحی که قیمت به من داده نقطه 382 ناحیه 382. اگر من بیام B رو به C وصل کنم، این اصلاح رو بگیرم، انتظار دارم با توجه که به 382 اصلاح داشته روی سطوح فیبوناچی تا این ناحیه 272 تا 618 قیمت به سمت بالا حرکت. حالا شما میتونید برید این رو داخل چارت تمرین کنید و ببینید واکنش هایی که به این سطوح با توجه به اعداد طلایی داشته چطور بوده و ازش دیدگاه بگیرید. باز هم تکرار میکنم هیچ چیزی داخل این چارت 100% نیست و تنها چیزی که ما داخل این چارت میتونیم بگیم 100% اینه که قیمت از سمت چپ به سمت راست در حال حرکت و کندل های روز جدید باز میشه. امیدوارم که این آموزش هم براتون کاربردی باشه و بتونید ازش دیدگاه بگیرید و در جهت سودده بودن ازش استفاده کنید.